سلام به همه دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه و ایام به کام باشه. من رضا هستم، معامله‌گر بازارهای مالی و توی این ویدیو رفتم سراغ سه تا از بهترین کتاب‌ها در حوزه معامله‌گری و روانشناسی معامله‌گری. کتاب‌هایی که برای همه افرادی که دارن توی بازارهای مالی فعالیت میکنند خوندنشون واقعا الزامیه. کتاب‌هایی که مطالب بسیار مفید داخلشون گفته شده و میتونه بسیار به ما کمک کنه. توی این ویدیو خلاصه ای از این سه تا کتاب رو براتون آماده کردم، یک چکیده ای از مطالبی که داخل این سه تا کتاب گفته شده و میخوایم با همدیگه این مطالب رو مرور کنیم. کتاب هایی که براتون آماده کردم از آقای برت استینبرگر، کتاب روانشناسی معامله‌گری، کتاب زندگی از راه معامله‌گری یا حالا معامله‌گری برای زندگی از الکساندر الدر و معامله‌گر منضبط از آقای مارک داگلاس. توی این کتاب‌ها بر اهمیت کنترل احساسات، مدیریت ریسک و ایجاد انضباط شخصی در معامله‌گری بسیار تأکید کردند نویسنده‌ها و امیدوارم شما هم تا انتهای ویدیو با من همراه باشید و بتونید حالا از این مطالب و از این چکیده کتاب‌هایی که براتون آماده کردم استفاده کنید. اگه خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید اگر دوست دارید همچین ویدیوهایی ادامه دار بشه درست کردنشون و من حالا وقت بذارم کتاب‌های دیگر رو براتون آماده کنم و اینجوری با هم دیگه اون کتاب‌ها رو خلاصه‌شون رو مرور کنیم. خب میریم سراغ کتاب اول، کتاب آقای برت استینبرگر. آقای برت استینبرگر کاری که توی این کتاب انجام داده اومده از خودآگاهی و مدیریت احساسات خیلی صحبت کرده و گفته که در واقع خیلی پر اهمیت این مقوله خودآگاهی و مدیریت احساسات. او معتقده که معامله‌گران برای موفقیت باید از خود و احساساتشان آگاه باشند. این جمله بسیار کلیدیه و واقعا کسایی که تجربه معامله‌گری دارند میدونند که کسی که بتونه بر احساسات خودش آگاه باشه و بتونه احساساتش رو کنترل کنه همیشه یک قدم از سایر معامله‌گران توی بازارهای مالی جلو خواهد بود و گفته که بازار مالی با فراز و نشیب‌های زیادی همراهه و واکنش سریع و هیجانی میتونه به ضررهای بزرگی منجر بشه. استینبرگر توصیه میکنه که معامله‌گران باید یاد بگیرند احساساتی مانند ترس، طمع و ناامیدی رو مدیریت کنند تا بتونن تصمیمات منطقی تری بگیرند. حالا به این احساساتی مثل ترس، طمع، ناامیدی میشه احساسات دیگه‌ای هم حالا اضافه کرد، مثل احساس خشم، احساس در واقع جاموندگی از بازار. احساسای دیگه‌ای هستند که میتونند بیان و در کنار این احساسات مثل ترس و طمع و ناامیدی قرار بگیرند که میتونه برای هر معامله‌گری در واقع یک آفت باشه. خب توی این کتاب اومده از شناخت احساسات گفته و گفته که هر معامله‌گری باید بتونه از احساساتش در واقع آگاهی پیدا کنه و در حین معامله آگاه باشه که آیا الان مثلا میخواد وارد یک معامله بشه، این معامله‌ای هست که بر اساس استراتژیش هست یا معامله‌ای که میخواد بره معامله قبلی خودش رو جبران کنه یا معامله‌ای که میخواد بره ضرر روز قبلش رو جبران کنه یا معامله‌ای که فقط بر اساس اینکه از بازار جا مونده مثلا میخواد وارد بازار بشه یا معامله‌ای که چون معامله قبلش یک معامله سود شده، یک سود خوب گرفته، دوباره وارد بازار شده و داره این معامله رو انجام میده. باید ببینه که آیا این معامله یک معامله احساسیه یا یک معامله‌ای که بر اساس اصول و استراتژیش هست. خب از نگاه آقای نویسنده هر معامله‌گری باید آگاهی داشته باشه از احساساتش هنگام معامله و همینطور هر معامله‌گری باید بتونه جلوگیری کنه از تصمیم‌های هیجانی، تصمیم‌هایی که میتونه در واقع اشتباه باشه و بتونه اون واکنش به اتفاقاتی که داره میفته بر اساس حالا اون تصمیم‌های احساسی اونا رو بتونه کنترل کنه
و همینطور هر معامله‌گری باید بتونه ذهنش رو آروم نگه داره. یه سری تکنیک ها داخل این کتاب گفته شده، یه سری تمرین های ذهن آگاهی هست که با استفاده از این تکنیک ها و حالا مدیتیشن ها ما میتونیم به آرامش ذهنی برسیم. و اینکه هر معامله‌گر باید یادگیری مستمر رو داشته باشه برای بهبود مداوم مهارت‌های کنترل احساسات. خب بریم توی ادامه. این آقای نویسنده، آقای استینبرگر، توی کتاب خودش بر اهمیت یادگیری از اشتباهات تاکید میکنه. او معتقده که اشتباهات جزئی از فرایند یادگیری توی معامله‌گری هستند و معامله‌گران باید از تجربیات و شکست‌های خودشون درس بگیرند و از اونها به عنوان فرصتی برای رشد و پیشرفت استفاده کنند. این رویکرد به معامله‌گران کمک میکنه تا به جای ناامیدی از شکست‌ها از آنها برای بهبود استراتژی‌های خود استفاده کنند. خب همیشه گفتند که شکست پلیه به سمت موفقیت و یک معامله‌گر هوشمند هم همونطور که آقای نویسنده تاکید داشته باید بتونه از اشتباهاتش، از شکست‌هاش درس بگیره و کاری کنه که دیگه اون شکست‌ها رو، یعنی اون اشتباهات رو دیگه تکرار نکنه، اون اشتباهاتی که باعث شکستش شده. و کسی موفقه، کسی میتونه به جایگاهی که میخواد توی معامله‌گری برسه که هر بار که معاملهش در واقع ضرر میشه، هر بار که حالا خدایی نکرده حسابی رو از دست میده، هر بار اتفاق ناخوشایندی براش توی معامله‌گری میفته، دنبال دلایل اون اشتباهات، دلایل اون اتفاق بگرده و سعی کنه اون اشتباهات رو دیگه تکرار نکنه و درسی بشه براش که توی ادامه فرایند معامله‌گری به کمکش بیاد و بتونه پرقدرت‌تر این مسیر رو ادامه بده و پرقدرت‌تر دوباره از نو شروع کنه. پس چیزی که برش تاکید داره شناسایی اشتباهه که با بررسی دقیق حالا اون اشتباهات میتونه معاملات ناموفق باشه و یا هر اشتباه دیگه‌ای که هست و شناسایی علل حالا اون بیاد و راهکارش رو برای خودش پیدا کنه. همینطور با تحلیل و بررسی میتونه اون در واقع اشتباهات رو تجزیه تحلیل کنه و اون دلایل اصلی حالا اون اشتباهات رو بتونه به اون درکش برسه و بتونه براش راهکار پیدا کنه و اگه نیاز باشه استراتژیش رو حتی اصلاح کنه، ترید پلنش رو حتی اصلاح کنه و کلاً قوانینی که برای خودش گذاشته حتی میتونه اونا رو اصلاح کنه در جهت بهبود عملکردش. و گفته که تغییر و بهبود استراتژی های معاملاتی بر اساس درس های آموخته شده میتونه براتون خیلی مفید باشه و در نهایت بیاد دوباره اجرا کنه و در واقع اون استراتژی اصلاح شده، حالا ترید پلن اصلاح شده، اون قوانین جدیدی که برای خودش گذاشته رو دوباره اجرا کنه. و اینو بدونید که توی معامله‌گری کسی برنده است که بتونه خوب اجرا کنه، یعنی یک اجرا کننده خیلی خوبی باشه و کسی که بتونه استراتژیش رو مو به مو اجرا کنه، ترید پلن و قوانین خودش رو مو به مو اجرا کنه، میتونه موفق بشه داخل این بازار. کسی که درگیر احساسات نشه و کسی که واقعا بتونه به احساساتش غلبه کنه، کنترل کنه و همیشه ببینه استراتژیش چی میگه، ببینه ترید پلنش چی میگه، ببینه در واقع اون قانوناش چی هستند و اونا رو بتونه به خوبی اجرا کنه، میتونه یک برنده باشه داخل بازارهای مالی. خب این کتاب آقای استینبرگر بود، صحبت هایی که داخل این کتاب شده بود و من خلاصه کردم داخل این مواردی که الان خدمتتون گفتم. اگه دوست داشتید میتونید برید خود کتاب رو تهیه کنید و مفصل راجع به این مواردی که الان صحبت شد و حالا براتون آوردم داخل این پاورپوینت میتونید برید کامل بخونید. خب بریم سراغ کتاب دوم، کتاب آقای الکساندر الدر و ببینیم روانشناسی معامله‌گری از دیدگاه این نویسنده حالا چی هست و
در واقع راجع به چه چیزهایی توی کتاب زندگی از راه معامله‌گری صحبت کرده. آقای الکساندر الدر در کتاب زندگی از راه معامله‌گری بر اهمیت روانشناسی معامله‌گر تاکید میکنه. او معتقده که روانشناسی معامله‌گر بیشترین تأثیر رو بر تصمیمات مالی داره. هرچه فرد تسلط بیشتری بر خود و احساساتش داشته باشد، احتمال موفقیت او بیشتر می شود. الدر به معامله‌گران توصیه میکنه که بر کنترل احساساتی مانند ترس از ضرر و طمع برای سود تمرکز کنند، زیرا این دو عامل میتونن منجر به تصمیم گیری های نادرست شوند. خب میبینید که آقای الکساندر الدر هم داخل این کتابشون اومدن و راجع به احساساتی مثل ترس و طمع صحبت کردند. شما هر کتاب دیگه‌ای راجع به روانشناسی معامله‌گری باشه برید بخونید، میبینید که در نهایت اومدن و راجع به همچین احساساتی صحبت شده و هیچی جز این واقعا نیست و کنترل احساسات، تمام صحبت هایی که توی کتاب های روانشناسی میشه برمیگرده به همین. توی این کتاب آقای الدر راجع به ثبات روانی صحبت میکنه و خیلی تأکید داره که ما با حفظ آرامش و تمرکز در شرایط پرفشار بازاره که میتونیم توی این ماراتون برنده بشیم و موفق بشیم. خیلی بر آرامش و تمرکز تاکید داره و همینطور میگه که تصمیم گیری منطقی و استفاده از تحلیل‌های دقیق به جای واکنش‌های احساسی. اگه یادتون باشه آقای استینبرگر هم داخل کتابش دقیقاً اومده بود و گفته بود که ما نباید در واقع واکنش بدیم به حالا اون اتفاقهایی که بر اساس یه سری تصمیمات اشتباه ما گرفتیم و بتونیم این واکنش ها رو در واقع کنترل کنیم. و آقای الدر هم دقیقاً توی کتابشون همینو گفتند که گفته ما با استفاده از تحلیل های دقیق به جای واکنش های احساسی باید حالا بتونیم تصمیم گیری منطقی رو داشته باشیم و در نهایت کنترل احساسات که همه اینا با تمرین مداوم در واقع به دست میاد و ما باید بتونیم برای کنترل ترس و طمع مدام در واقع خودمون رو توی آزمایش قرار بدیم، بتونیم توی موقعیت‌های مختلف بتونیم اینو تکرارش کنیم. با تمرین و تکراری که داریم میتونیم در نهایت برسیم به حالا کسی که میتونه احساساتش رو کنترل کنه. یعنی اینکه زمانی که یک معامله ضرر انجام داد به خودش آگاه بشه، بگه خب الان من یک معامله ضرر انجام دادم، ممکنه احساساتی مثل حس انتقام بیاد سراغم، ممکنه احساسی مثل احساس خشم بیاد سراغم و ممکنه الان من بدون تجزیه و تحلیل دقیق یک واکنش احساسی بدم و سراغ باز کردن یک معامله‌ای، سراغ ورود مجدد به بازار بشم فقط و فقط بر مبنای احساساتی که بر من الان در واقع حاکم شده و دوباره وارد یک اشتباه دیگه و یک معامله اشتباه دیگه بشم. اونجاست که باید بیای کامل معامله قبلی خود رو تجزیه تحلیل کنی، بازار رو تجزیه تحلیل کنی، دلایل اشتباهت رو، ورود اشتباه بوده یا هر چیزی بوده رو بهش برسی و در نهایت دنبال چیزی بری که استراتژیت میگه، دنبال چیزی بری که در واقع اون پلن معاملاتیت میگه. خب آقای الدر توی کتابشون تاکید زیادی بر اهمیت مدیریت ریسک داره و معتقده که بدون مدیریت صحیح ریسک هیچ استراتژی نمیتونه موفقیت رو تضمین کنه توی معامله گری. یکی از توصیه‌های کلیدی او استفاده از قوانین ساده‌ای مانند محدود کردن اندازه موقعیت‌های معاملاتی و تنظیم حد ضرره. این رویکرد به معامله‌گران کمک میکنه تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند و سرمایه خود رو حفظ کنند. پس مدیریت ریسک چیزیه که از نگاه نویسنده توی این کتاب میتونه مانعی باشه برای ورود به مباحث احساسی، مانعی باشه برای ورود به در واقع این بحث‌های روانشناسی معامله‌گری.
یعنی این که میگه اگه کسی بتونه استراتژیش رو با مدیریت ریسک درست جلو ببره و مدیریت ریسک داشته باشه برای اجرای استراتژیش و ترید پلنش، شاید خیلی کم و به ندرت وارد چالش های احساسی بشه و خیلی کم در واقع بتونه اون احساسات برش غلبه کنند. پس چیزی که بهش تاکید داره تنظیم حالا همون استاپ لاس و داشتن استاپ لاس که میگه از دستورات حد ضرر برای محدود کردن زیان استفاده کنید و معامله‌ای بدون حد ضرر واقعا هیچ معامله‌گری نباید باز کنه و معامله بدون استاپ لاس مثل یک ماشین بدون ترمز میمونه. یعنی اینکه شما با یک ماشینی که ترمز نداره بخواید رانندگی کنید. یعنی من دیگه نمیدونم چجوری تعبیرش کنم و هر معامله‌گری باید یک ترمزی داشته باشه و اون ترمزش هم برای ضررهاش استاپ لاسشه. و میگه که اندازه معاملات هم باید محدود کنید و هر معامله‌گری باید بدونه در طول روز، در طول هفته قرار چند تا معامله انجام بده، چه مقدار باید ریسک کنه و حالا میگه تعیین حد اکثر مقدار سرمایه برای هر معامله. این که داخل هر معامله ما چقدر قرار ریسک کنیم و چقدر قرار ضررش رو قبول کنیم، بپذیریم، در ازای قبول و ریسک کردن چه ضرری قراره چه سودی بگیریم. اینا همه باید قبل از ورود به معامله در واقع تنظیم بشه. و اینکه ما از استراتژی استفاده کنیم که قبلا آزمایشش رو پس داده. چرا میگن توی حساب دمو باید هر معامله‌گری بیاد کار کنه و زمانی که به سوددهی رسید، مثلا 2 ماه 3 ماه، و زمانی که توی حساب دمو تونست استراتژیش رو آزمایش کنه، نتیجه گرفت و تونست حالا چند ماه سودده باشه، دید که میتونه خودش رو از نظر احساسی کنترل کنه، میتونه معاملات خوب و موفقی داشته باشه و یک برآیند و نتیجه قابل قبول داشت، اون موقع میتونه بیاد و پول واقعیش رو بدون هیچ حالا استرسی، بدون هیچ ترسی وارد بازار کنه و کارش رو انجام بده. پس اینا مفاهیم و مطالبی هستند که داخل این کتاب آقای الدر راجبش صحبت کرده و امیدوارم که حالا کسایی که خوششون اومد، دوست داشتند حالا از این مفاهیم استفاده کنند، برن اون کتاب اصلیش هم تهیه کنند و خیلی مفصل‌تر در واقع این مفاهیم مباحث رو مطالعه کنند. بریم سراغ کتاب آقای مارک داگلاس. شاید کتاب معامله‌گر منظم رو زیاد به گوشتون شنیدید یا معامله‌گر منضبط. کتاب بسیار خوبیه، من واقعا توصیه میکنم برید خود کتاب اصلی رو بخونید. داخل این کتاب آقای داگلاس راجع به پذیرش ریسک و عدم قطعیت توی بازار مالی صحبت میکنه و واقعا صحبت‌های خیلی خوبی شده داخل این کتاب و این کتاب بسیار تاثیرگذاره و میتونه حداقلش به نظر من ارزش یک بار خوندن رو برای هر معامله‌گری داره. این کتاب بر همونطور که گفتم اهمیت پذیرش ریسک و عدم قطعیت تاکید میکنه و آقای داگلاس معتقده که معامله‌گران باید بپذیرند که بازار همیشه با عدم قطعیت همراهه. داگلاس تاکید میکنه که هیچ تضمینی برای سوددهی وجود نداره و معامله‌گران نباید انتظار داشته باشند که همیشه موفق باشند. پس مهمترین نکته‌ای که الان آقای داگلاس داره بهش اشاره میکنه همینه که توی بازار عدم قطعیت هست. آقای معامله‌گر باید باهاش کنار بیای و هر معامله‌گری که بتونه به این درک برسه که بازار داخلش عدم قطعیت هست، بازار بر اساس احتمالات بالا پایین میشه، بر اساس احتمالات ما ورود به معامله میکنیم و بر اساس احتمالات و عدم قطعیت ما تحلیل میکنیم، میتونه یک معامله‌گر موفقی باشه. معامله‌گری که بپذیره بر اساس این احتمالات و عدم قطعیت داخل بازار، میتونه از هر 10 تا معامله 3-4 تاش هم ضرر بشه، 3-4 تا از معاملات هم بر اساس این احتمالات اشتباه از آب در بیاد
و بر اساس این عدم قطعیت باید وارد معامله بشه و بتونه ریسک کنه توی بازار. پس شناخت عدم قطعیت و درک ماهیت غیر قابل پیش بینی بازار میتونه بسیار مفید باشه به یک معامله‌گر و اون رو باعث بشه که رشد کنه توی معامله‌گری. فقط و فقط درک همین مفهوم در واقع غیر قابل پیش بینی بودن بازار، پذیرش ریسک و قبول احتمال ضرر توی هر معامله. آقای داگلاس راجع به این باز صحبت میکنه. اون نویسنده های دیگه هم توی کتاب های قبل دقیقا راجع به همین مفهوم ریسک و مدیریت ریسک صحبت کردند. آقای داگلاس هم میاد به زبون خودش و با علم خودش در واقع راجع به این مفهوم حالا ریسک صحبت میکنه و میگه که هر معامله‌گر باید احتمال اینو بده که معاملهش میتونه ضرر بشه و اون ریسکش رو پذیرفته. چرا میگم مدیریت ریسک باید داشته باشیم؟ به خاطر اینه که اگر ضرر شد ما بخش کوچیکی از سرمایه‌مون از دست دادیم و توی معاملات بعدی که اونا هم باز بر اساس احتمالات هست ما میتونیم اون دوباره ریسک کنیم و از اونجایی که ما یک استراتژی داریم که در واقع اومده در واقع یک وین ریتی رو به ما داده که تعداد بردامون بیشتر از ضررهامونه، پس میتونیم توی بلند مدت سودده باشیم. میتونیم اگر حالا بازار طبق خواسته ما هم جلو نرفت، ما با اون قوانینی که داریم، اون استراتژی که داریم، توی بلند مدت جواب خودش رو پس داده و ما میتونیم سودده باشیم. و میگه که آقای داگلاس باید ما توی این مسیری که هستیم تمرکز داشته باشیم بر فرایند معامله‌گریمون و توجه به اجرای درست استراتژی به جای نتیجه خیلی مهمه دوستان. خیلی از افراد هستند که مدام دارن به نتیجه فکر میکنن، مدام دارن به پول فکر میکنن، مدام دارن به برداشت فکر میکنن، مدام دارن به درآوردن سود زیاد از بازارهای مالی فکر میکنن و حالا میری نگاه میکنی میبینی که اینقدر داره به این چیزا فکر میکنه که اصلا تمرکز نداره بر اجرای درست استراتژیش، بر اجرای درست ترید پلن و قوانینی که برای خودش گذاشته. و آقای داگلاس میگه که آقا جان تمرکز تو بذار روی اجرای درست استراتژی، تمرکز تو بذار روی این فرایند معامله‌گری به جای اینکه به اون سود و نتیجه کار فکر کنی. تو اگه درست انجام بدی معامله‌گریت رو، اگه درست انجام بدی و اجرای درستی داشته باشی اون استراتژی و ترید پلن و کارها، قوانین و اون چیزایی که باید انجام بدی، ناخودآگاه به نتیجه و اون سوده هم خواهی رسید و این خیلی مهمه دوستان. و میگه با آقا انعطاف پذیر باشید. آقای داگلاس خیلی بر انعطاف پذیری معامله‌گرم تاکید داره و میگه هر معامله‌گری باید آمادگی تغییر رویکردش رو داشته باشه توی شرایط مختلف بازار و میگه که بر اساس همون احتمالات و عدم قطعیت بازار میتونه حالا هر اتفاقی درش بیفته و ما همیشه باید آمادگیش رو داشته باشیم و همیشه باید سناریوهای مختلفی رو توی تحلیل هامون و ورود به معاملات داشته باشیم و همیشه میگن که باید شما هم سناریوهای صعودی و بالا رفتن قیمت رو در نظر بگیرید و آمادگیش رو داشته باشید و هم سناریوهایی برای حالا ریزش قیمت و پایین اومدن قیمت رو مد نظر داشته باشید که هیچ موقع بازار شما رو سورپرایز نکنه با اتفاقاتی که حالا میتونه توش رقم بخوره. آقای داگلاس راجع به کنترل ترس و طمع هم داخل کتابشون صحبت میکنه و توضیح میده که ترس و طمع دو عامل اصلی شکست در معامله‌گریه. ترس و طمع دقیقاً احساساتیه که داخل کتاب‌های قبلی هم راجع بهش صحبت شده. از نظر آقای داگلاس ترس از دست دادن سرمایه باعث میشه که معامله‌گران خیلی زود از معاملاتشون خارج بشند و طمع باعث میشه که بیش از حد ریسک کنند و ریسک های زیادی رو در واقع داشته باشن توی معاملاتشون که بتونه توی بلند مدت بهشون آسیب بزنه و باعث از دست دادن سرمایهشون میشه.
او توصیه میکنه که معامله‌گران باید با این احساسات مقابله کنند و استراتژی‌های از پیش تعیین شده خود رو دنبال کنند. این رویکرد به معامله‌گران کمک میکنه تا تصمیمات منطقی تری رو بتونن بگیرند. پس محافظت از سرمایه، استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک برای حفاظت از سرمایه، تعادل احساسی، این که ما بتونیم بین ترس و طمعمون یک تعادل ایجاد کنیم و بتونیم تصمیم گیری درستی رو داشته باشیم و همینطور پایبندی به استراتژی و تمرین ذهن آگاهی، چیزاییه که آقای داگلاس داخل کتابش بهشون اشاره کرده و گفته که ما با اجرای دقیق برنامه معاملاتی بدون تأثیر از احساساتمون میتونیم توی بازارهای مالی موفق باشیم و همینطور استفاده کنیم از تکنیک‌های مدیتیشن برای کنترل احساساتمون و بتونیم در واقع معاملات موفقی رو داشته باشیم. همینطور آقای داگلاس ایجاد نظم و انضباط در معامله‌گری رو خیلی بهش تاکید داره، خیلی راجبش صحبت کرده. اصلا اسم کتابش معامله‌گر منضبطه و به عقیده ایشون و از نگاه ایشون معامله‌گری میتونه موفق باشه که معامله‌گر منظمی باشه و بتونه این نظم رو هم توی معامله کردنش و توی اجرای درست استراتژیش داشته باشه و همین که توی زندگی خودش بتونه آدم منظمی باشه. آقای داگلاس بر اهمیت داشتن یک برنامه معاملاتی منظم تاکید میکنه. او معتقده که معامله‌گران حرفه‌ای باید انضباط شخصی داشته باشند و به جای تصمیم گیری بر اساس احساسات به قوانین و استراتژی‌های خود پایبند باشند. این انضباط باعث میشه که تصمیمات منطقی و بدون تأثیر از احساسات هیجانی بتونن بگیرن. آقای داگلاس میگه که انضباط در معامله‌گری یک مهارته که با تمرین و تکرار به دست میاد. پس انضباط چیزی نیست که ما بگیم خب از الان، از امروز من میخوام آدم منضبطی باشم. نه، اصلا اینجوری نیست. شما کتاب‌های مختلفی دیگه‌ای هم برید بخونید، باز این چیزا داخلش هست. دقیقاً انضباط و منضبط بودن از کنار هم قرار گرفتن یک سری عادت‌ها میاد، از این که ما بتونیم هر روز یک کاری رو به درستی انجامش بدیم و به درستی اجراش کنیم. حالا میخواد استراتژی معاملاتیمون باشه، میخواد روتین روزانه یک زندگی باشه و حالا یک سبک زندگی باشه که ما هر روز بخوایم یک روتین داشته باشیم و اونو هر روز تکرار کنیم و منظم باشیم، در واقع توی یک چارچوب قرار بگیریم و یا هر چیز دیگه ای میتونه باشه. و آقای داگلاس در واقع راجع به نظم و انضباط داخل این کتاب خیلی صحبت کرده که پیشنهاد میکنم کسایی که دوست دارن، علاقه دارن، حتما برن سراغ این کتاب. این کتاب رو هم بخونن و میتونه خیلی مفید باشه براشون. خب دوستای عزیزم، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. تا جایی که تونستم سعی کردم مطالبی که داخل این کتاب ها توسط نویسنده ها گفته شده رو براتون داخل این پاورپوینت بیارم، به صورت خیلی خلاصه‌وار و چکیده و با هم دیگه مرورشون کردیم. اگر میخواید بیشتر بدونید و خیلی کاملتر، مفصلتر بخونید، حتما به کتاب‌های اصلی، خود کتاب‌ها در واقع سر بزنید و تهیه کنید. حالا خود کتاب‌های فیزیکی رو میتونید تهیه کنید، PDF های حالا این کتاب‌ها هستند، کتاب‌های صوتیشون هستند و هر جور که خودتون راحت ترید و میتونید حالا گوش بدید، بخونید و میتونه بهتون کمک کنه. اگه خوشتون اومد حتما لایکش کنید و نظرتون هم راجع به این ویدیو بگید. توی ویدیوهای آینده سعی میکنم سراغ کتاب‌های دیگه‌ای برم. تا ویدیو آینده، خدا نگهدار.